سلام. سلام قربونت برم. خب دیگه داداش من دارم میرم، کار نداری؟ باشه برو مراقب خود باش. محمد جان حالت خوبه؟ آبجی تونه؟ کجا میری؟ داداش چرا نگفتی آبجی داری؟ زیادم مهم نیست. بابا خیلی مهمه کسبا. خواهرت خیلی آدم خوبیه. ای کاش من این نسبتی با خواهرت داشتم. بابا خواهر من خواهر تو هم هست دیگه. تو با قلب داداش یکم بهم پول میدی؟ خفه شما مگه من مردم از داداش حروم زادت میخوای پول بگیری تویو بگیر. داشت فقط فردا بیای بیرون. به تخمم بگو خواهرت بیا. داداش فردا خواستگاری خواهرمه. بابا 7 ساله خیلی زوده. اونی که امروز دیدی خواستیش من دویی دادم به زنه تو خواهیدم رد کنی رو. سلام. میدونم که میدونی همه تو ماینکرافت میتونن MLG انجام بدن، کوچیک و بزرگ، پیر و جوون، ولی تنها کسی که میتونه MLG برعکس انجام بده منم. هی واسه ببینم تو گفتی میتونی MLG برعکس انجام بدی، یعنی چی؟ یعنی مثلا آبو میذاری بالای سرت که چی بشه؟ تو واقعا فکر میکنی همه مثل تو یک احمقن؟ تا حالا شده داخل یه غار باشی و بخوای برسی به سقف؟ اینجور مواقع چیکار میکنی؟ خب ببین راههای زیادی وجود داره، میتونی بلاک بذاری زیر خودت، میتونی با آب بری، میتونی با لدر بری، میتونی با اسکافولدینگ بری، میتونی با اندرپل بری، خیلی راه هست. آره ولی یکی مثل من با تو فرق میکنه. کاری که من میکنم اینه که من سریع به سمت بالا یه دونه اندرپل پرت میکنم و سریع یه دونه واین میذارم، اینطوری میتونم بچسبم به سقف و به این کار میگن MLG برعکس. چه جالب. تو باز داری مسخره میکنی نه؟ نه مسخره کی آخه؟ مسخره نمیکنم که. آره منم همینطوری این دکمه رو میزنم، معلوم نیست چیه، همینطوری میزنم. نه یه قسم کن. نه میدونم که میدونی همه تو ماینکرافت میتونن MLG انجام بدن. Sabe por quê, suave? Eu vou pegar e laraiaraia. Só porque eu vou pegar e laraiaraia. Whoever sends me a stay hydrated gift gets a shout out. Aww, nobody sent me one. Я его ничуть не хуже. Он да серые глаза, а папаня и маманя говорят, что егоза. Побегу я по тропинке через поле перейду я за 3-9 земель, а все равно его найду. Одна
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots. 1,000. A man that knows what he ما من رفتم بیرون. ماشین نمن با ماشین لازم داری بابا ول کن. ایشالله که بچت این خودت بشه ایشالله که بچت این خودت بشه. پسرم کجا میری؟ من میرم آشغالا رو بذارم. سیگار کشیدی سری بالا. پسرم چیکار میکنی؟ کور نشی. بابا داری میری بیرون؟ آره پسرم. کی میای بابا؟ یه 2-3 ساعتی. وای میخواد دختر بیاره اینه من شدی. بابا چرا هیچ وقت تو جیبت پول نی؟ میخوای پول برداری ها؟ دقیقاً اینه خودم دوست شدی ها. الو سلام. چیه؟ زهر رازم با پسر خودم دوست دخترته. بابا من دارم میرم خونه دوستم ولی درس بخونم شبم نمیام. مراقب خودت باشا. مریضی زیاد شد و خفه شو زهر نزن. بخونم. خفه شو من تو نمیشناسم. مراقب باش علی بدبخت نکنی. قطع کن اینو. You can be a lover or a fighter, whatever you desire. Life is like a runway and you're the designer. Wings of a butterfly, eyes of a tiger. Whatever you want, baby, choose your fighter. You can be. از اونجایی که ژله خوردن خیلی لذت بخشه، توی این ویدیو میخوام به چند تا از خفن ترین ژله های جهان رو نشون بدم. اول این ژله لوله‌ای باحاله که توی یه حرکت میتونید بخوریدش، اما باید حواستون باشه که مثل این خانم خودتون رو خفه نکنید. دوم این ژله های میوه‌ای خفنن که ظاهر بیرونیشون دقیقاً مثل یه میوه واقعیه و وقتی پوستشو بکنید داخلش ژله خوشمزه با تیکه های همون میوه وجود داره. بعد این ژله رنگین کمانی جذابه که هر لایه طعم یه میوه رو میده و خودتون هم توی خونه با یکم سلیقه میتونید درستش کنید. چهارمی این آقاست که نوشیدنی های مختلف رو با پودر ژلاتین ترکیب کرده و در آخر هم صاحب ژله های خوشمزه با طعمی بهشتی شده. پنجمی این ژله کریستالیه که انقدر خوشگله آدم دوست نداره بخورتش و طرحش رو خراب کنه. بعد این ژله های نارنجکی هن که واقعا طعم نارنجک نمیدن و طعم سیب سبز میدن. از اونجایی که ژله خوردن خیلی بابا سگ تو این بازی پر چیتره. انقدر تو خونه من بالا نبر. خونه تو تا اونجایی که چک کردم اینجا خونه ما بودا. خونه ما؟ آخرین باری که پول برای این خونه دادی کی بوده؟ اصلا پولی دادی؟ نه. احیانا پول قبضی چیزی اینا رو هم دادی یا نه؟ نه. خب پس اینجا خونه منه نه تو. باش. اینجا زندگی میکنی ولی هنوز خونه منه. شیرفهم شد؟ آره. یه دقیقه اونو بذار کنار، بیا خونه رو تمیز کنیم با. وایسا ببینم. چرا من باید کمک کنم؟ چون که تو هم تو این خونه زندگی میکنی. پس زود باش بدو بیا خونه رو تمیز کنیم با هم. آها پس الان شد خونه ما. آره؟ منظور اگه طبق منطق خودت پیش بریم اینجا خونه خودته، پس خودت برو تمیزش کن. بابا Hoje a vida mudou e hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque é sua amiga eu vou pegar e laraiaraiá. Só porque eu vou pegar e laraiaraiá. Sua amiga eu vou pegar e laraiaraiá. कमेंट करो, सब्सक्राइब कर लेना। The game I don't play that fact. Don't you let me go, no you never come back. I'ma be the best that you never had.
First drag this bazooka to the bag, then this machine gun. Hoje a vida mudou. E hoje eu não quero mais pegar você. Sabe por quê? Porque é sua amiga eu vou pegar e laraiaraiá. Só porque eu vou pegar e laraiaraiá. Sua tia eu vou pegar e larararará. Só porque eu vou pegar